صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله والقدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرخت مسجد الاقصی ارضی مقدس است. مسجد الاقصی اولین قبله مسلمان ها است. مسجد الاقصی این مکان است، این مسجد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی او نماز خواندند و در درونش نماز خواندند. مسجد الاقصی بعد از حرم مکی و بعد از مسجد نبوی همین فضیلت سوم را دارد و در قلب هر یک مسلمان محبت این مسجد وجود دارد. ناممکن است که مسلمان باشد و محبت مسجد الاقصی در قلب او نباشد. او منافق است که پروای به مسجد الاقصی ندارد، پروای به این حوادث ندارد و محبت مسجد الاقصی را ندارد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز براشون فرض شد، این نمازها را به سوی کجا نگاه کرده می‌خواندند؟ قبلهشون کجا بود؟ مسجد الاقصی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به نزد الله سبحانه و تعالی بالا شدند، به آسمان ها برآمدند، به الله سبحانه و تعالی صحبت کردند، البته که به واسطه مسجد الاقصی. اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. الله میگوید که بنده اش محمد صلی الله علیه و سلم را، نبیش را، از مسجد الحرام از مکه گرفت و سیر کنند به مسجد الاقصی. از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفتند و در اونجا 2 رکعت نماز خواندند و از اونجا برآمدند به آسمان هفتم و به نزد الله سبحانه و تعالی، که این همه دلالت به فضیلت بزرگ مسجد الاقصی میکند.